سلام. هلو. این دفعه ویدیو متفاوته. نکتهش اینه که ما دوتا بالاخره دوتا خونه‌مون رو داریم تحویل میدیم و میریم توی یه خونه زندگی کنیم. اسباب کشی داریم. خب بعد اینجوری بودیم که جالب شد ویدیو بگیریم و از الان اینجا خونه منه که خب به هم ریخته است طبیعتاً. اوکیه. از باز کردن پرده شروع کردیم. پرده رو باز کردیم. الان میریم سراغ لامپا. حالا میذاریم اینجا یه تایم لپس استوری بگیره ببینیم چی از توش در میاد. خب ما لامپا رو کندیم، فقط یه سری سوراخ الان توی سقف هست، روی دیوار هم هست که به اونا هم میرسیم. اونا رو باید پر کنیم و تحویل بدیم. بریم پایین رو بزنیم. بریم. خب نکته اینه که ما توی همون ساختمونی که الان زندگی میکنیم 2 تا آپارتمان داشتیم جدا و الان یه آپارتمان گرفتیم طبقه اول و با این وسایل با یه همچین چیزی فعلا داریم جابجا میکنیم وسایل رو بریم پایین. اولین کار زدن پرده ها و لامپه. خب ما روز اول در واقع نیم روز اول که خونه رو تحویل گرفتیم لامپا رو زدیم. یه دونه لامپ، 2 تا لامپ مون، یه دونه تو انباری، یه دونه تو اتاق کوچیکه، ولی خوبه. آره خیلی خوب بود. بعد الان شبم یعنی زود شب میشه، یه ذره سخت. الان مثلا ساعت 6 و نیم 7 و شب شده، تاریک شده. ولی آره دیگه اینجوری. حالا خونه‌ای که تحویل گرفتیم چجوری تحویل گرفتیم اینم بگیم. نکته اینه که خونه ها رو وقتی که از شرکت رو میگیریم اینجا ما از شرکت اجاره کردیم خونمونو. بعد اینجوریه که یک نفر رو میفرستن همراه شما که میخواین کلید بگیرین. اون یه نفر میاد همه جاهای خونه رو چک میکنه. مثلا چه میدونم، مثلا هود رو چک میکنه، گاز رو چک میکنه، ماشین ظرفشویی رو چک میکنه. یه نکته مهم دیگه اینه که اول اصلا خونه ها اکثرا 90% خونه ها نیمه فرنیش، یعنی نیمه مبله اجاره داده میشن. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا یخچال و ماشین ظرفشویی و هود و گاز و آشپزخونه کامل رو داری، فرو مایکروفون رو داری. یعنی خیلی کم پیش میاد که بخوای چیزی بهش اضافه کنی واقعا. ولی ماشین لباسشویی نداری. مثلا ماشین لباسشویی رو خودت میگیری، اونم بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست. و وقتی که میگم از شرکت ها اجاره میکنی، یکی رو میفرستن که برات چک کنه همه خونه رو. اومد همه خونه رو چک کرد مثلا چه آب از لوله کشی میره پایین یا نمیره. بعد مثلا نگاه کردید که همون تمیز باشه یا نه. اینجا یه چیزی که خیلی زیاده، یه چیزی به نام بلک مولد که میشه کپک سیاه که توی جایی که مرطوبه خیلی میزنن. اینجا هم کلا جای مرطوبیه، هم که از همه مرطوب‌تر. بعد مستاجرها باعث که اینو از بین ببرن، این کپکه رو از بین ببرن. حالا الان مثلا برای ما یه ذره داشت هنوز،
که نوشت، بعد بهمون ایمیل اومد که آره اصلا یه بخشی از تمامیت براشون عوض میشه کلا. خیلی جالب بود برای ما. بعد یه نکته مثلا اینه که وقتی که خونه های اینجوری نوساز تور رو، حالا این الان 2 سالشه دیگه، خونه های نوساز رو کلا وقتی که میگیری خونه ها رنگ و کف نداره، یعنی مثلا این لامینتی که الان پایینه خود مستاجر زده و ما هم خودمون همین کارو کردیم، ما هم خودمون رفتیم لامینت خریدیم، لامینت رو زدیم. بعد نکتهش اینه که ما چون مستاجر قبلی گرفتیم همه اینا رو باهاش حساب کردیم، گفتیم آقا ما لامینت رو ازت می‌خریم، این میزی که اینجا گذاشته اینم ازش خریدیم، پرده ها رو هم ازش خریدیم. الان یکی از اتاق‌ها پرده نداره ولی 2 تا اتاق یعنی پذیرایی و اتاق‌ها اصلی پرده دارن، همه اینا رو ازش خریدیم چون خیلی کار سختیه و خودمون هم فروختیم به نفر بعدی که داره میاد خونه ما 2 تا رو اجاره کنه، هر کدوم جدا جدا فروختیم که خب کارو خیلی راحت حالا منطقیه دیگه که هم بخرید به هم بفروشید. آره. و اینکه این از این فعلا یه نکته دیگه به ذهنم نمیرسه. نه دیگه ما امشب احتمالاً نمیتونیم سر صدا کنیم درل بزنیم 10 یا 10 آره احتمالاً 10 من فکر کنم 11 باشه. نه 10 اون که 10 ما تو شب اولی که اومده بودیم اینجا ساعت 2 نصف شب داشتیم درل می‌زدیم. آره داشتیم لامینت می‌زدیم. سر مردم. بعد دیگه این که دیگه همین حالا امشب دیگه ادامهش اینجوریه که خونه رو تمیز کنیم دوباره و تا فردا فعلا. خب این دومین روز دوم ساینا، همونطور که مشخصه امروز روز تمیزکاریه چون لامپارکر زدیم، الان تو اتاق دونه پرده مونده که دریلش رو زدیم و الان باید ایناشو وصل کنیم بندازیم پرده رو و اتاق رو تا الان تی زدیم، اتاق بزرگه که وسایل کم کم بیاریم پایین. امروز تا الان تنهاییم ولی یکی از بچه‌ها اضافه میشه. ساینا همچنان و همانتون در اسباب کشی کمک کنیم، خیلی خیلی واقعا. آره. بعد این که اینجوری حالا توضیحات بیشتر در مورد کلیت خونه با همه اینا رو بعداً میدیم. الان فعلا برامون خیلی شلوغه. اینجا قبلش گربه داشتن صاحباش. بعد یه نکته اینه که داریم اولین غذای این خونه رو هم درست میکنیم و اینکه این پایین اینجا یه پنجره داریم که اینجوریه، شیب اینجوری داره. حالا ویو ساختمون از بیرون باید نشون بدم که این چه جوریه که ببینید اینجا این اصلا پنجره چیه، کجا رو داره نشون میده. به صورت کلی میبینه فکر کنه که چقدر بابا چقدر کار خفن می‌کنی و وقتی پرسی مثل همه فرق نمی‌کنه. آره همه اولین چیزی که میگن اینه که اینجا رو مثل سینما آدما میشینن و اینجا پرده میذاری رو فلان که بلر شد دوباره تصویر. نمیدونم چرا آیفون اینجوری میکنه، نور فکر کنم کمه. خونه رو بیرون بخوام نشون بدم، اینجا الان یه بالکن داریم که ما اومدیم طبقه اول، قبلا طبقه 8 بودیم. خب برای اینکه نمای کلی داشته باشین خونه رو این شکلیه، اینجوریه خونمون و اون پنجره هایی که اونجا هن میشه شبیه همین پنجره‌ای که الان اینجاه که توش آب مشخصه. حالا بیرون هم باعثی که نشون بدم ولی به صورت کلی خونمون اینجاه. هلو اومدی پرده رو اول یعنی فکر نکردیم که اینا این شکلی هن که اینا اینجوری پیچ میشن میرن تو هم دیگه. اینا سایزشون ثابت قاعدتا دیگه، یعنی ما منطقش این بود که بیایم سایز یه دونه رو در بیاریم ضرب کنیم در یک عددی بفهمیم چقدر میشه. الان اینو گذاشتیم اینجا، این انقدر کمه. داریم میایم نزدیک ببینیم. این الان یه وجب کمه، یعنی من الان اونو باید یه وجب بیارم این بر سوراخشو. بعد این دیوارا دیوار کنفی هن، بعد اینا یه جور خاصیه اصلا خیلی متفاوته ولی خب به هر حال دیگه. آره یه سری پشم اینجوری پایین ما باز کردیم. باعثی که انا باز کنیم اونو باز کنم یه ذره بیارمش این بهتر. میخوای اندازه بگیریم این دفعه؟ یه وجب؟ آره نگه دارم اونو. یه وجب نگه داشتم میشه دیگه. اوکی. موفق شدیم. جابجا کردیم. آره درست شد در کمال ناباوری. و حالا درست شد. دمت گرم. بلکم باید در بیارم. ولش کن. روز در بیارم. باش. هلو. خب یه نکته بود
تو لوس زدن ما در واقع چراغ دادم، هم بهش میگن چراغ. اینجوریه که واسه دیوار سوراخ کنی، اینه که هیچی سقفای اینجا اکثرا خونه نوسازا یه همچین حالتی داره که تو مستقیم سینه رو نبینی. یه سوکته، این سوکتای کانکتوره. سوکتای کانکتور رو شما فیش داره، این سر لامپ تو بازونول میکنی، این میارم که وصل به اینا. حالا نکته ما چی بود؟ نکته ما این بود که یکی از اینا این پیچش اصلا باز نمیشد. حالا همین اتفاق اونجا هم افتاده. ما اومدیم این که این شکلی تو سقف بود و کامل باز کردیم، این سوکتش رو عوض کردیم. حالا امیدواریم که بشه. این سوکت ها رو باز که یه ذره میبریدیم هی همش تا بتونه بازی کنه. حالا الان یه سر سوکت رو بکنم این تو، بعد از این ور رد کنم که این بگیره. حالا اول سوکت رو میزنم. الان واقعا اوضاع عجیب غریبی داریم. این کموده از این در رد نمیشه، عرضش بزرگه، قطرش هم بزرگه. بعد ما الان می‌خوایم یه جایی که نمیتونیم بپیچیم بپیچونیم. ببین میتونیم یا نه. آماده ای؟ گرفتی؟ بیا اونور. نکته چیه؟ نکته اینه که ما این خونه رو که اجاره کردیم، گفتم دیگه کفش رو از مستاجر قبلی خریدیم. اینم تقریبا این الان 3 تا از اینا، خب و قیمتش حدودا میشه 900,000 یورو. به ما داد 100 یورو. و ما الان داریم می‌فهمیم چرا. چون که نمیتونسته جابجا شه. اصلا نمیتونسته بره بیرون از خونه. نمیتونسته بره بیرون از خونه. یعنی اصلا ترجیح داده که هیچ این کارا نکنه. و ما الان تنها راهی که داریم اینه که اینو باز کنیم. بعد اصولا این شکلیه که این کمدای آیکیایی یه سری پیچ خاص داره که این پیچ خاص باز کردن و بستن دوبارش خیلی کار سختیه، تقریبا نشدنیه. سال همین یه بار مصرف محسوب میشه نهایتا. و یه تلاش دیگه بکنی؟ نمیشه دیگه. یه تلاش، فقط یه تلاش کردن بکنیم اولتون از این یه تلاش. نشد اولین بار هم کار کردم. یه روز دیگه من حتی احساس می‌کنم اینا تلاش کردم بازش هم بکنم. چون میخواش دوباره. آره. یعنی به اعتبار خیلی تو بود اینا آوردن اینجا. شاید واقعا احمق بودم. نه؟ به خدا این کار کرده. آره دیگه گفتم ما این برای که اصلا استفاده نمی‌کنیم. بعد یادشون اومده که نمیتونیم ما دیگه اینو که دوباره ما باز نمی‌کنیم. ولی اگه اونها یه بار تونستن باز کنن و نه ما هم میتونیم باز کنیم. آره شاید برای همین اصلا واقعا داغونه بالا پاییناش و اینا. چون بالکنش واقعا ضربه خورده است اصلا. اول همین درش هم نزدن قصده شد. سمت سبزشون بره ویگی واپ داریم بازش میکنیم. متشکرم. حواستون باشه که سبزا به اون سمته و این شکلیه. خدا شکر اینو داریم. الان شارژش تمام میشه. هیچی دیگه. به کجا بس بود؟ چی به چی بس بود؟ چی به چی بس بود؟ قشنگه. شده که تو فیلم هست. ایشالله. حتما فیلم رو باید نگاه کنید. اگر آیکیا باز میکنید فیلم بگیرید که بدونید چی کار کردید. از بالا میگیرم که کامل مشخص بشه که ما چی کار کردیم. ببین این تو اونه
اینا یه جوری به این وصلن. آها این حتی اینجوری نیست که آیکه شما رو ول کنه به حال خودتون، همیشه دفترچه‌شون رو میتونی آنلاین نگاه کنی و حساب کار دستت میاد که چه شکلیه. اگه بدونید که چیه اینی که اینجا دارید. آره برام گذاشتن دیگه دفترچه‌شو. برام گذاشتن. ولی کمد قطعا رو خونه بوده، یعنی یکی این اشتباهو کرده و دیگه هیچ کس نتونسته از دست این کمد راحت شه. احتمالاً ما هم میذاریمش اونجا و انباری و تا وقتی که خونه خراب بشه سالها بعد همینجا هست. به نظرم ترکیب خوبیه ولی اینجا و انباری خدا شکر یکیشو میخوام بذاریم بمونه تو اتاق. مگه اینکه بعدی هم ما نخریم. بعدی از ما نخره آتیش میزنیم اینجا وای میسیم تا چشه پودرشه خاکسترشه اسید میریزیم روش. آفرین اصلا همونجا میزی پایین. آره خدایا پنجره راحت میره بیرون ها. راحت نمیره بیرون دیگه. یه ذره تلاش کنیم ولی خب پنجره‌مون چیز داره پیاده داره. فرنچ بل کنی. خب این که الان کمکی به حالمون نکرد، اون کفی رو باید باز کنی هست. من میدونم میخواستم بالایی هم این پیچای آیکیه اینو باید با دست باز کنی. ها تو باز کردم پیچای آیکیه. اینو باید بکشید بیرون. فکر کنم تلاشی که با دست بکنی کمتره از این که پیچو خراب کنیم و دیگه نتونیم پیچو ببندیمش. اینجاست اینا. متاسفانه چون دارم فیلم میگیرم نمیتونم بهت بدم. ولی میتونم دوربین بذارم کنار و بیام کمکت کنم. نمیشه؟ چی میخوای؟ لاست فوکس خسته است. شروع کردم. آره اونو که الان تایپ نشون میدیم که چی شد همشو باز کردیم که خیلی وضعیت شد. حالا نکته دیگه چیه؟ اینایی که میبینید داتا این یاروهایی که روش ورزش کارازا و بتمن رو نمی‌کنیم چرا گرفتیم؟ برای انباری گرفتیم. همونطور که گفتم چی بود؟ اینجوری بود که خونه‌های نوساز هیچ کدوم هیچ کفایینی نداره. حالا نکته اینه که ما انباری خودمون رو بالا لامینات اضافه داشتیم زده بودیم. اینا مسائل قبلی و مسائل قبلیشون این کار نکرده بود. ما هم دیگه یه چیز آسونی رو سعی کردیم انتخاب کنیم. شسته میشه و اوکی. ما اینجوری هم برمی چسبونیم و اونجا رو پر می‌کنیم. یک محصول رو 3 عدد سفارش دادیم، 3 تا بسته پستی دریافت کردیم. واقعا آمازون احمد. اداره سریع. دستش درد نکنه. به هر حال به ما رسوند. آره ببینیم ما امشب بالاخره میتونیم یه اتاق حاضر کنیم یا نه؟ به نظرم میتونیم. آره منم احساس می‌کنم سینا هنوز نیومده. ساعت 5:25 دقیقه است. هنوز نیومده. اینجا باشه. وضعیت. سینا بیا. آره ببینیم چی میشه. خدافظ. اینا این شکلی هن که خیلی پازلوار به هم دیگه وصل میکنیم. بدین سان میزنیم. امیدواریم که به زودی زود اینو سریع تمام کنیم. بعد حالا شاید براتون سوال باشه که این چیه وسط خونه یهو؟ اینجا انباریه. انباری هم که هست اینه که این دوتا چیزن آب گرم کن و مسئول گرمایش. این برای گرمایش کفه، این برای آب گرم کنه. در واقع جفتشون مکمل همه. چون اینجا گرمایش ما گرمایش از کفه، یعنی زیر زمین لوله داره، شوفاژ و اینا نداریم. اون بالایی که می‌بینید دو تا لوله اومده اینور و دو تا لوله رفته اونور، اون تهویه هوا. جاهای مختلف خونه مثلا مثل اینجا، این دوتایی که می‌بینید این بالا، این و مثلا دوتا هم دوباره بالای آشپزخونه هست. بالا هوا رو میکشن میبرن تحویل اون میدن. اون تا جایی که میتونه هوای گرم رو توی خونه نگه میداره
هوای گرم رو توی خونه نگه میداره و پس میده بیرون و اینجوری خب مثلا اتلاف انرژی هم نداره دیگه. این خونه‌ای که الان ما توش هستیم انرژی لیبلش A3 تا پلاسه. ما داریم اسباب کشی میکنیم با اینا. اینا رو تقریبا 4-5 تاشو ساختمون داره برای این جابجایی‌ها میذاره که آدم‌ها ازش استفاده کنن و اینجوری.